ببینیم کی برگشته به یوتیوب. فکر کنم یه 2 هفته ای از آخرین باری که ویدیو گذاشتم میگذره، شاید هم بیشتر. برون نیارید. دلم واقعا تنگ شد برای ویدیو گرفتم و برای شما. امروز قراره که به یه سری از سوالای شما جواب بدم که توی کوئسچن باکس پرسیده بودیم و سوالای خیلی پرتکرار. من یه لحظه نگاه کنم چون دیروز میخواستم ویدیو رو بگیرم بچه‌ها و رژ لبم انقدر بد دیده میشد و خط لبم انگار پوپ مالیده بودی به دور دهنم. یه لحظه من چک کنم ببینم دوباره اینجوری نباشه. A few moments later. همه چی اوکی بود. من اصلا رژم رو نگاه نکردم. اصلا سلام کردم. بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر نیست تا آخر این ویدیو رو ببینید حالتون خوب میشه. خودتون معرفی میکنی عزیزم. من کیلا هستم. کیلا با 2 تا ال. KILLA. متولد 11/2/78 ام. MBTI ام ISFP. دیگه چی بگم که دوست داریم بدونیم؟ رشته تحصیلیم گرافیک بوده، برای کارشناسی گرافیک محیطی خوندم. بعدش هم گذاشتم کنار. یه حس کردم بیشتر از اون به درد من نمیخوره چون نمیخواستم تو اون حوزه برم کار کنم. من پرسیده الان کسی تو زندگیت هست؟ بچه‌ها من الان کاملا سینگلم و کسی تو زندگیم نیست و رابطه‌ای مبنی بر اینکه بخوام درگیر احساسات باشم و خودم رو قاطی اینجور مسائل بکنم ندارم. چرا؟ چون توجه شدم که هر دفعه یه همچین موضوعی برام پیش میاد و داخل همچین موضوعی میافتم منو از هدفم دور میکنن و کلی اعصاب خوردی برام میاره. میدونی این چیزایی که من دارم دور و برام میبینم اون چیزی نیست که من بخوام الان درگیرش بشم و نه. آخرین اسکرین شاتم آخرین اسکرین شاتم رو نمیتونم نشون بدم. این پایینش رو بخوام نشون بدم خیلی بد میشه به خاطر اینکه عملا هیچی نداره و اینه که از شما در واقع کاراکتر من رو درست کردیم که فیسش رو ببینید خیلی جذابه دیگه. بقیه‌اش حالا زیاد مهم نیستش. How tall are you؟ میگه قد چنده؟ قد من بچه‌ها من همیشه دوست دارم بگم 1.75 ام ولی مثلا 1.74 ام. دقیق 1.75 نیستم جوری که خودم قد گرفتم ولی همون حدودا. Best memory of your childhood. بهترین خاطره بچگی من فکر میکنم روزی که سگمو خریدم و الان اینجا کنارم خوابیده. اگه بشه بهتون نشون بدم. پانا مشکل داری 14 ساله که دارمش و داره میمیره و این منو ناراحت میکنه. میدونم خیلی راحت دارم به زبون میارم ولی خب گریامو کردم. 12 seconds later. I'm not gonna cry. و اینکه oh my god. Thank God. نباید گریه کنم من تو این ویدیو. What the fuck bro, what the fuck. For my reefer, man. This shit good. من از 11 سالگی دارمش و باش بزرگ شدم Wanna know what kind of motherfucking deal he been getting? He need to get more. و why is getting emotional. و آره دیگه When I come back that afternoon. بس تهرانی نه. صورتتو با چی شیو میکنی؟ ممنون میشم راهنمایی کنی. واقعا تصمیم گیری سخته برام. بچه‌ها پوست هر کی، صورت هر کی یه جوره. حالا من زوم کنم رو پوستم. من پوستمو تازگی شیو نکردم. این پوست منه و اینکه کلا پورز داره. میدونی رگا رو واسه من اگه بخوام مثلا ماهی یه بار یه حالی به صورتم بدم با همون تیغ این کارو میکنم. در مورد تغذیه و رژیم غذایی بگو بیشتر. بچه‌ها من کل زندگیم خوب غذا نمیخوردم و الان خیلی بهتر شدم. همیشه از همون بچگی مامانم اینجوری بود که بخور بخورش. کلا زیاد غذا نمیخورم ولی آدم بد غذایی نیستم بگم اینو دوست ندارم اون. همه چی میخورم ولی کم میخورم. خب حالا احساس ناکافی بودن، آره احساس ناکافی بودن داشتم ولی هرچی بزرگتر شدم این حس کمتر شده. حسایی که از بیرون به تو القا میشه و وقتی سنت میره بالاتر میتونی با اون عقل و منطق خودت بگی که آقا نه این درست نیست و من کاملا من خوبم و من اندازه کافی خوب هستم. هیپ دیپ رو میشه کارش کرد. بعضی میگن نمیشه. بچه هیپ دیپ برای کسایی که نمیدونن بغلای لگن یه قسمت فرو رفتگی داره. خانوما خیلی روش حساسن و همش درگیرن که اینو پرش بکنن یه جوری با ورزش. هی خودشون رو اذیت میکنن
من درک نمی‌کنم که چرا این سکیور هستن، چرا احساس بدی دارن نسبت بهش. استخون لگن تو اون شکلیه و اون قسمت خالیه. اگه خیلی روش حساسی، من نمیدونم با ورزش چقدر میشه پرش کرد یا میشه پرش کرد یا نه. من تو این رشته چیزی نمیدونم، هیچ سررشته‌ای ندارم، اما اگه خیلی آزارت میده که اونو پرش بکنی و فکر میکنی کل بدنت پرفکته و تنها چیزی که میخوای درست کنی که اعتماد به نفست تو میبره بالا، هیپ تیپته، برو عملش کن. پلیز بگو کلاس آواز رفتی یا نه، چه کلاسایی رفتی، پیش چه استادی. بچه‌ها کلاس آواز این سوالو خیلی پرسیدین. کلاس آواز نرفتم هیچ وقت. واسه کسی که میخواد آواز خوندن رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه اما صداش راضی نیست چیه؟ خب بچه ها، اولش هیچ کی از صدای خودش راضی نیست مگه اینکه بخواد توهم بزنه. حرفه‌ای میخوای دنبال کنی، به نظرم اول باید عشق و علاقه‌ش رو داشته باشی، شروع بکنی، صدات به یه حدی برسه، بعد بخوای حرفه‌ای دنبالش کنی. هر چیزی که انجام میدم با گوشمه، میشنوم و تمرین میکنم، تکرار میکنم. بیشتر از هر چیزی تلاش شما و پشت کار شما مهمه. اگه خواستین حرفه‌ای تر بشین، کلی کتاب هست، کلی ویدیو هست، کلی استادای خوب هستن که میتونن بهتون کمک کنن. کسی که بخواد یاد بگیره دنبالش میره. این نیست که من بگم برو فلان کتابو بخون، برو فلان استادو پیدا کن. خودت میری دنبالش و یاد میگیری. یه ماه میخوام بدونم چشات لنزه یا نه. بله، چشای من لنزه. چشای من ضعیفه و من اصلا دوست ندارم عینک بزنم و لنز طبی استفاده میکنم، چون عینک یه ذره رو مخم میره، کلا چیزی صورتم همش بخواد باشه. این پرسین مثلا موقع ورزش لنز میذاری اذیتت نمیکنه یا چشت خسته نمیشه، چشت اذیت نمیشه؟ یعنی اگه شما کاری میکنی که بهت آسیب میزنه و به خاطر اینکه دیگران میگن وای چه دختر فلانی چه پسر فلانی، شما مشکل داری واقعا. کارو نکنید، به خودتون به هیچ وجه آسیب نزنید. هنوز باشگاه میری؟ بچه‌ها من دیروز دوباره باشگاه رو شروع کردم، البته تو استوری گفتم بهتون. و اینکه اونقدری که فکر می‌کردم امروز پاهم درد نمی‌کنه. پا کار کردم اوکی بودم، صبح نمیتونستم بشینم. خوانندگی رو از کی شروع کردی؟ من 13 سالم بود، یه برنامه‌ای نصب کردم، براتون اسمش رو اینجا میذارم. شروع کردم آهنگای بیلی آیلیش رو خوندن. چقدر تمرین می‌کردم، وای مثلا 20 ثانیه اولش رو 100 بار تمرین می‌کردم. کسی رو دوست داری؟ نه. فیلمی که ازش، البته کسایی هستن که دوستشون داشته باشن، ولی دوست داشتن به اون منظوری که حالا من میدونم شما به چه منظوری دارید میگید، وگرنه کسایی هستن تو زندگی که دوستشون دارن، واقعا حمایت میکنن، خیلی هوامو دارن و خیلی ساپورتیون. خانواده‌ام هم دوستان، خیلی دور و بریام واقعا آدمای مهربون و خوبی ان. شدم خودم اینطوری انتخاب کردم که 100% همینطوره، چون دور و بر شما همه نوع آدمی میاد، ولی من خوشبختانه آدمای خوبی و دور و بر خودم نگه داشتم. خیلی الان آرامش دارم و خوشحالم. فیلمی که ازش متنفری و فیلمی که عاشقشی. بچه‌ها من از فیلم 365 روز متنفرم. دیروز داشتم میخوندم بلافاصله اومد تو سرم، واسه من فکر نکردم بهش. هیچ محتوای خاصی نداره. فیلمی که عاشقشم اینترستلار رو دیدم چند روز پیش، خیلی دوستش داشتم. خیلی فیلم‌ها هستن که دوست دارم، الان حضور ذهن شاید ندارم که بهتون بگم. فرست بادی، جیا، راکتمن، اینا رو چرا یادم نمیاد اون لحظه. فیلم هر 2013 بود فکر میکنم. اینا خیلی خوبن در نظر من. فیلم گان گرل، خیلی دیگه هم هست که الان یادم نمیاد. خواهر یا برادر داری؟ نه بچه‌ها، من تک فرزند هستم. چرا وارد صنعت مدلینگ به صورت حرفه‌ای نمیشی یا شدی؟ ما اطلاع نداریم. بچه‌ها من نمیدونم مدلینگ برای شما چجوری تعریف شده، مخصوصا توی کلا جامعه ما. خیلی باید بها بدی براش. من حاضر نیستم توی مدلینگ حداقل اون بها رو بپردازم. اونم الان این به هم وایس بدیم. من گویندم. یه خانم بود توی رادیو میگفت اما ایرانی صبح جذابتون بخیر. میتونین وایس بدیم، میتونین به من تو دایرکت وایس بدیم بچه‌ها. اصلا سری بعد یه چالش میذاریم که شما وایس بدین، اصلا با من حرف بزنید. اگه تو چنل تلگرام نیستین جوین بشین، هر ناشناس داره میتونین برام وایس بفرستین. حالا یه چالشی چیزی میذارم، اگه نظری دارین تو کامنت ها حتما بگین که ویدیوشو بسازم با شما. دوست داری تعریفش نمی یا فکر میکنی جنبه نقد رو داری و زارت فکر میکنم میخواست بنویسه از کوره در نمیری، بگی طرفو چرا با این نوشتی، هیتر رو حسودی کرد برو what the fuck. آره من خیلی دوست دارم تعریف کنم و اصلا جنبه نقد و انتقاد رو ندارم. ممنون میشم انتقاد نکنین ازم، چون من به هر حال کار خودم میکنم. یعنی الان خدا یه پسر خوشتیپ و جذاب و وضع مالی عالی که فقط قصد ازدواج داره بذاره سر راهت میگی نمیخوام؟ قصد اون ازدواجه، قصد من که ازدواج نیست. اینا میشه به اون بگی بهترین راه یادگیری زبان انگلیسی چیه؟ خودت چی رو یاد گرفتی؟ بچه‌ها بهترین راه اولا صحبت کنین، خجالت نکشین، نترسین.
با کسایی حرف بزنید که انگلیسیشون خوبه، گوشتون آشناتر میشه با اون لهجه و بالاخره با نیتیو که صحبت میکنین خیلی فرق میکنه تا مثلا با اغلس خانم سری کوچ. ویدیو یوتیوب زیاد ببینید، نه مثلا فقط ویدیو در مورد میکاپ ببینید، همه مدل ویدیو ببینید. اینا هر کدوم به شما کلمات جدیدی یاد میدن و این دایره لغات شما گسترده میشه. چند سال پیش گفتم آقا من میخوام برم دوباره کلاس، رفتم کلاس، بعد اومدم بیرون، بعد یه استاد خصوصی گرفتم، ولی بیشترین چیزی که بهم کمک کرد ویدیو یوتیوب بود، صحبت کردن بود. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. واقعا زحمت کشیدم، مثلا استاد آخرین بار همین بنده خدا رو من سرویس. بهترین کتابی که خوندی چه؟ کتابایی که من خوندم خیلی قابل توجه، مثلا 70 تا کتاب خوندم که مثلا 69 تاش کتاب داستان بوده، برای بچگی بود. کتاب تازه شروع کردم خوندن، اصلا در این مورد از من نپرسید. شما میتونید به من معرفی کنید لطفاً. کتابای روانشناسی، کتابای انگیزشی من معرفی کنید. الان دارم چه کتابی میخونم؟ کتاب تخت خوابت را مرتب کن. و بچه‌ها شاید باورتون نشه من برای سالها تخت خوابم رو مرتب نمی‌کردم و الان که نصف کتابو خوندم هر روز دارم تخت خوابم رو مرتب می‌کنم. ولی به من حتما کتاب معرفی کنید، من ممنونتون میشم. میدونی من با مارال چیپت میکنم. من لزبیان نیستم. هدفتون چیه؟ برای معروفیت تولید محتوا می‌کنید یا عاشقانه یا پول؟ پیجو شروع کردم از رو علاقه بود. و علاقه به چی؟ علاقه به تولید محتوا. وقتی که یه کاری رو تو مدام داری انجام میدی و داری اون کارو میکنی، دوست نداری کار دیگه ای انجام بدی. یعنی من دوست ندارم در کنار اینکه میخوام تولید محتوا کنم و بیام ویدیو درست کنم و اینا، برم مثلا یه جای دیگه یه کار دیگه انجام بدم، چون این علاقه منه. پس سعی می‌کنی این دوتا رو به هم دیگه کانکت کنی. بهترین اتفاقی که طی این چند سال برات افتاد؟ این قضیه خوانندگی رو جدی گرفتم. خیلی خوشحالم از اینکه نترسیدم و کارامو شیر کردم. اگه نمی‌کردم این همه حس خوب و انرژی خوبی که شما به من میدین بینمون رد و بدل نمی‌شد. و این عشقی که من میگیرم و این انرژی که من میگیرم اصلا غیر قابل توصیفه. این حسی که شما به من میدین متقابلا من همین حس رو به شما دارم و سعی میکنم با ویدیوام بهتون انتقال بدم. این یکی از بهترین اتفاقاییه که برام افتاده و مهمترینشه. ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگه دوست داشتین حتما برام کامنت بذارید. دوست دارم با شما ویدیو بگیرم، من ایده بدین، مثلا اگه با وایس باشه خیلی بهتره. مسئله خوانندگی رو دوست دارم ولی دوست ندارم کپی رایت گیر بده به این قضیه. نمیدونم اگه بدون موزیک باشه دیگه فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاد، ولی برام بنویسین ایده‌هاتون رو برای ویدیوهای بعدی و دوست دارم از وایس‌های شما استفاده کنم. تلگرام براتون صفحه میاد، پیج اینستاگرام که میاد، تیک تاک هم میاد. همین دیگه، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و تا ویدیو بعدی بوس به کلاتون با جلوه‌های ویژه به پایان میرسونیم.